سلام. هرچند که خامنه‌ای دیکتاتور بعد از 37 سال سلطنت مطلقه و جنایت و چپاول بالاخره به زباله‌دان تاریخ پیوست، ولی مبارزه مردم ایران با دیکتاتوری همچنان تا پیروزی نهایی ادامه داره. این وسط رصد کردن گرایشات دیکتاتوری از هر طرف هوشیاری بالایی میطلبه. مثلا اگر کسی هنوز به جایی نرسیده فقط من میکنه و میگه اسم منو بگید و به من اعلام وفاداری بکنید. پیام من به مقامات باقی مانده این جمهوری وحشت این است: وفاداری خود را به برنامه من و سامانه گذار اعلام کنید. حکومت را تحویل دهید. وقتی میگیم بچه شاه یعنی تصورش از سرنگونی همینقدر کودکانه است که من ویدیو میدم اونا حکومت رو به من تحویل میدن. توهمش هم اینه که اون مقاماتی که تا این لحظه زنده موندن بیان خدمت طرف برای دستبوسی. رویای ذهنیش هم اینه که بره دقیقاً توی همون پوزیشن ولی فقیه بشینه و همه صف بکشن بیان به برنامه من اعلام وفاداری بکنن. بعد هم دیگه کلید کاخ و سویچ ماشین و این باغچه این گلا روزی دوبار آبیاری کنید و اینا همه رو تحویل بدن. You said your compatriots have called on you to lead this transition period. But that's obviously not the case. There are a lot of people who don't support you within Iran and outside Iran. They called my name. Is my name written on the walls there? It is me that they chose to trust. ببین، از قدیم گفتن مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. چون این خود بزرگ پنداری و من کردن که مردم منو صدا میکنن، مردم منو دوست دارن و این ادبیات دیکتاتوراست. نگاه کن. No one against us. Against me for what? Because I am not president. But then they love me, all my people with me. They love me all. But if they do love you, they will die to protect me, my people. دیکتاتورهایی هم که این ادبیاتو داشتن هیچ کدوم عاقبت خوبی نداشتن. یکی دیگه از واکنش‌های قابل توجه بچه شاه در این ایام واکنشش نسبت به نیروهای سیاسی کردستان ایران بود. 5 تا از احزاب کردی ایران اعلام کردند که یک ائتلافی تشکیل دادند. بعد اونور یهو بچه شاه دستپاچه شد، توییت زد و با مارک تجزیه طلبی به اونا حمله کرد. در روزهای اخیر چند گروه تجزیه طلب که در کارنامه بعضی از آنها همکاری با خمینی و صدام هر دو به چشم می‌خورد، ادعاهای موهوم و سخیف را درباره تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران مطرح کردند. به طور اتفاقی این واکنش شباهت خیلی زیادی به واکنش رسانه‌های دیکتاتوری آخوندی داشت که اونها هم تقریباً با همین کلمات تیتر زدند. فرهیختگان، وقت تصفیه حساب با تجزیه طلبها. خراسان، اعلام تشکیل ائتلاف مشترک از سوی 5 گروهک کرد نشانه ای از تلاش در امتداد پروژه قدیمی تجزیه ایران است. پس چی میشه که با این خبر هم رسانه‌های دیکتاتوری آخوندی و هم بچه دیکتاتور سابق هر دو یک واکنش مشابه دارند؟ موضوع چیه؟ به چیش برخورده؟ چون تا جایی که به احزاب کردی برمیگرده اصلا صحبتی از تجزیه نشده. ولی بچه شاه تو این توییتش ادعا میکنه که چون تمامیت ارضی خط قرمزشه باید حتما حمله میکرده. ادعایی که اصلاً به گروه خونش نمیخوره. رضا پهلوی صلاحیت پرداختن به مقوله تمامیت ارضی رو نداره. خودش هم میدونه. در تاریخ 100 سال گذشته ایران تنها 2 نفر تمامیت ارضی ایران رو زیر پا گذاشتن. پدر و پدر بزرگ ایشان، محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی بودند. اینو خوب میدونه، در تاریخ هم ثبت شده. خودش هم علنا داره به سمت تجزیه میره و آنچه که براش مهم نیست فقط تمامیت ارضیه و به چشم یک دکان یا یک بیزینس به این مقوله نگاه میکنه، صرفا برای شانتاژ هوادارانش، برای ایجاد کردن یک موج احیانا ضد کردستان یا برای اینکه همینجوری عرض کردم به عنوان یک بیزینس، به عنوان یک دکان. سابقه خانوادگی بچه شاه که تنها سرمایشه، چون اینکه کار دیگه‌ای نکرده جز اینکه پسر باباشه، ولی همین سابقه خانوادگی یعنی بابا و بابا بزرگ دیکتاتورش در زمینه دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلاً کارنامه خوبی ندارند که در جوابیه همین نیروهای کردستان به مصادیقش اشاره شده. از جوابیه نیروهای کردستان به رضا پهلوی:
رضا پهلوی ظاهراً این حقیقت تاریخی را فراموش کرده است. هرگاه اراده‌ای واقعی برای تجزیه ایران در پیش بوده، اصولاً کسی از پدر و پدر بزرگ تاجدار وی اجازه نگرفته و آنان همچون موارد اهدای آرارات کوچک، واگذاری بحرین و سرچشمه‌های رود هیرمند از فروش یا واگذاری بخش‌های مختلف خاک ایران فروگذار نکردند. بچه شاه تو همین موضع گیریش علیه نیروهای کردی یه جایی هم فاز سلطنت گرفته و به ارتش فرمان حمله به استانهای کردی میده. میتوان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر تجزیه طلبان دفاع کند. اولا که اصلا چرا ارتش باید ورود کنه؟ در برابر یک خواسته سیاسی و حق مشروع چرا رفتی سراغ ارتش؟ دوما کدوم ارتش؟ مگه تو الان ارتش تحت امر داری؟ چی شده؟ هنوز تاج روی سرت نذاشتی؟ میخوای کشتار رو شروع کنی؟ البته این روش خشونت آمیز برخورد یک ذره آشنا به نظر میرسه و یک جای دیگه هم این روزها شنیده شده. کجا بود؟ اون گروهک هایی که فکر تجزیه ایران هستن بدانن ما در این قضیه هیچ مسامحه نخواهیم کرد و نیروهای مسلح و ملت پای یک پارچگی ایران ایستادن و تصور نکنن یک نسیمی وزیده و میتوانن قسمتی از ایران رو تجزیه کنن و نیروهای مسلح هم کاملا مسلطن به این موضوع. پس دیکتاتور فعلی میگه با نیروهای مسلح برخورد کنیم، بچه شاه هم میگه با نیروهای کردی میخواد با ارتش برخورد کنه. پس آقا وقتی میگیم که هوشیار باشیم که از یک دیکتاتوری به یک دیکتاتوری دیگه شیفت نکنیم، یعنی همین. شیخ و شاه در زمینه برخورد با ملیت‌های ایران هم ادبیاتشون مثل همه، هم روش برخوردشون مثل همه. چرا؟ چون مرتجع هستند، یکی فاشیسم دینی، دیگری هم فاشیسم سلطنتی. نمیتونن به حقوق ملیت‌ها پاسخ مناسب بدن، چون افق فکریشون تمامیت خواهیه. در حالی که در همین ایران خودمون از سال 1357 یک روش دیگه برخورد با مسئله ملیت‌ها هم مطرح شده بود. اینهاش بیانیه سازمان مجاهدین در 27 اسفند 57 با عنوان انتظارات حداقلی از جمهوری اسلامی. یعنی قبل از اینکه هر رفراندوم یا انتخاباتی برگزار بشه داره میگه این جمهوری جدید باید چه برخوردی بکنه با این مسئله. رفع ستم مضاعف از همه شاخه‌ها و تنوعات قومی و ملی وطنمان در کلیه استانهای کشور و تأمین جمیع حقوق و آزادی‌های فرهنگی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت و یکپارچگی تجزیه ناپذیر کل کشور. بعد در ادامه توضیح میده که اساساً پایداری وحدت این میهن از مسیر احقاق حقوق حقه تمام عناصر و بخش‌های تشکیل دهنده اون میگذره. یعنی اگر شما حقوق ملیت‌ها رو بدی میتونی وحدت ایران رو تضمین کنی و تمامیت ارضی هم اونجا حفظ میشه. بعد هم ادامه میده که به اعتقاد مجاهدین نحوه برخورد با مسئله ملیت‌ها معیار اصلی سنجش اصالت و مشروعیت انقلابی و مردمی یک حکومت وحدتگراست. توی این چارچوب خودمختاری ملیت‌ها هم معنی پیدا میکنه. اینو کی داره میگه؟ همون اول انقلاب. این موضوع از اون زمان هم در برنامه مجاهدین بوده. شوراهای مردمی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم، آزادی کامل احزاب، عقاید و مطبوعات، حقوق ملیت‌ها، به خصوص در رابطه با مسئله کردستان. یک نکته بسیار باریک‌تر از مو هست که نبایستی ازش بگذریم و اون کلمه خودمختاری است. این کلمه برای مردم اونجا مقدس شد. سالهای سال بهشون ستم شده بود. ما بایستی موضع خودمون رو روشن بکنیم. اگر برای مردم این کلمه مقدسه، بایستی مفهوم و چارچوبش رو روشن کرد و بهشون گفت و داد. در سالهای بعد هم شورای ملی مقاومت چارچوب و طرح این خودمختاری رو تدوین کرد، تصویب کرد که در همون زمان دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در یک مصاحبه تصویب این طرح رو یک موفقیت بزرگ دونست. من تصویب این طرح را موفقیت بزرگ و موفقیت تاریخی می‌دانم،
چرا که برای نخستین بار سازمان‌های مترقی بسیاری چون سازمان مجاهدین خلق ایران و شخصیت‌های سرشناس زیادی به این نتیجه امید دارند که تصویب طرح خودمختاری کردستان برخلاف نظر دشمنان آزادی ایران نه تنها باعث تجزیه ایران نخواهد شد، بلکه کمک خواهد کرد وحدت ایران مستحکم‌تر گردد. از اون سال تا کنون هم همواره مقاومت ایران پای این طرح ایستاده و بارها هم در سخنرانی‌های خانم رجوی روش تاکید شده. مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران از 47 سال پیش تا امروز همواره بر ضرورت خودمختاری ملیت‌های ایرانی در چارچوب تمامیت ارضی ایران تاکید کردند. پس روش برخورد با حقوق ملیت‌های ایران روش عقب مونده و ضد انسانی سرکوب اونها که در 100 سال گذشته در دیکتاتوری‌های شاه و شیخ رواج داشته نیست، بلکه روش درست پرداختن به این حقوق در چارچوب تمامیت ارضی ایرانه و اینطوریه که اتفاقاً وحدت میهنمون حفظ میشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.